عرض سلام دارم خدمت همه دانش آموزان عزیز پایه هشتم. صابری هستم و با جلسه 4 آموزش فصل 3 در خدمت شما عزیزان هستم. برای امروز حل تمرینات مربوط به صفحه 37 رو با هم انجام میدیم. همراه من باشید عزیزان. خب میریم سراغ سوال 1 تمرین صفحه 37. برای اینکه حواستون به درس معطوف باشه مثل همیشه صدای موزیک رو کم میکنیم تا تمرکز کافی رو داشته باشید. سوال 1 چی گفته؟ گفته در 6 ضلع منتظم ضلع‌های روبرو 2 به 2 با هم برابر هستند و همچنین با هم موازی هستند. این موازی بودن برای حل این سوال برای ما خیلی اهمیت داره. مانند نمونه ضلع‌های موازی دیگر را امتداد دهید. این نمونه که برای ما کشیده، ما میایم ضلع‌های موازی دیگر رو هم 2 به 2 امتداد میدیم. خب آبی‌ها با هم، مشکی‌ها با هم موازی هستند. همینجوری که دارید میبینید داخل شکل مشخص کردم تمام زاویه‌های تند با هم برابر میشن که با رنگ سبز نشون دادیم و تمام زاویه‌های باز با هم برابرن که اونا رو با رنگ بنفش نشون دادیم. سوال 2. در هر قسمت اندازه زاویه مجهول را به دست آورید. دوباره میاییم از شرایط توازی و عمود بودن یا تعامد خط استفاده میکنیم. خب تو قسمت الف همینطوری که میبینید یه دونه خط راست داریم، یه خط مورب قطعش کرده، یه قسمتی رو گفته 32 درجه است، قسمت دیگر رو از ما خواسته. میدونیم اندازه هر صفحه یا خط راست 180. پس برای به دست آوردن x فقط کافیه که 180 رو منهای 32 بکنیم تا x به دست بیاد که میشه 148. قسمت ب همونطور که میبینید عکس چند تا ماشین گذاشته که داخل پارکینگ ها موازی هم هستن و این خط رو اگر من خط مورب در نظر بگیرم اون وقت تمام زاویه‌های تند و باز با هم برابرن. پس اول از همه میام ایگرگ رو به دست میارم. برای اینکه ایگرگ رو به دست بیارم 180 رو منهای 55 میکنم که جواب میشه 125. ایگرگ با زد برابره، چون همین الان گفتیم تمام زاویه‌های باز با هم برابرن. پس زد هم مساوی با 125 درجه میشه. قسمت جیم سوال 2. یه متوازی الاضلاع داریم. میدونیم تو متوازی الاضلاع هر زاویه تند و باز مکمل هم دیگرن. خب اگر این قسمت رو داده 60، پس قسمت بازش 120 درجه میشه. دوباره روبروش 60 میشه. ما میتونستیم اینو بنا به شرایط زاویه متقابل به رأس هم به دست بیاریم. خیلی راحت x 120 به دست میاد. تو قسمت دال همونطور که میبینید 3 تا خط موازی با هم داریم. البته اگر این شرایط هم نبود، یعنی 3 تا خط موازی رو نداده بودن، فقط خط موازی بالا و پایین رو داده بودن و همچین شکلی به ما داده بودن و ایگرگ رو خواسته بودن، ما خودمون اول یه دونه خط موازی با 2 خط دیگه رسم میکنیم که از رأس ایگرگ عبور کنه. خب حالا اگر بخوام به دست بیارم این قسمت بالای ایگرگ با قسمت بالا که 40 درجه است، همینطور که داخل شکلشون داریم با هم برابرن. از طرف دیگه این زاویه تند هم که 55 با زاویه پایین ایگرگ با هم برابر هستن. الان برای اینکه ایگرگ رو به دست بیارم فقط کافیه که
40 و 55 رو با هم جمع کنم که جواب میشه 95 درجه بچه ها. سوال 3 گفته مانند نمونه با تشکیل معادله مقدار x را پیدا کنید. خب همینطور که گفتیم هرگاه یک خط مورب دو خط موازی را قطع کنه تمام زاویه‌های تند با هم و تمام زاویه‌های باز با هم برابرند. از طرف دیگه نکته‌ای که گفتیم این بود که هر زاویه تند و هر زاویه باز مکمل یکدیگرند. پس من زاویه تند و باز رو با هم جمع میکنم مثل این نمونه و مساوی 180 قرار میدم و با حل معادله راحت به جواب میرسم. همینطوری که میبینید x برابر 10 میشه. خب توی قسمت بعدی 155 زاویه باز 2x منهای 25 هم مربوط به زاویه بازه. خب گفتیم تمام زاویه‌های باز با هم برابرن، پس فقط کافی این دوتا رو مساوی هم قرار بدیم. بعد معادلش رو حل کنیم تا مقدار x که 90 درجه است به دست بیاد. برای نمونه بعدی مجدد هر دو تا زاویه تند هستن. یه زاویه تند و 60 به ما داده، یه زاویه تند دیگر رو x به علاوه 40 داده. این دوتا مقدار رو دوباره مساوی هم قرار میدیم تا مقدار x که 20 درجه هستش به دست بیاد. خب همونطور که دیدید تمرین این فصل هم به همین راحتی انجام دادیم. بچه ها سابسکرایب یادتون نره، کانال رو به مابقی دوستانتون هم معرفی کنید. من صابری بودم و تا جلسه بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.